واحد پول میشه، برای ارزش گذاری بقیه مواد استفاده میشه. ورزا خداوند سبحانه و تعالی آهن رو بسیار زیاد قرار داده، طلا و نقره رو کم قرار داده. اگه این برعکس میشد، طلا و نقره ارزش پیدا نمیکرد، میشد مثل آهن. و اما آهن استعمالش زیاده، در همه چیز وجود داره. همه بدنمون آهن چطوری وارد بدن میشه؟ نمک آهن اگه با اکسیژن ترکیب نمیشد، متفاعل نمیشد، اون موقع آهن هیچ سودی بر جسم نمی داشت. هم سیب هم به این سیاه شدنش دلیل وجود آهن درشه. همچنین بعضی از سبزی ها یکی از چاله به چاه افتادنه. اگه این راه حله که زمان شاه بودن، لیکن متاسفانه مردم عبرت نمیگیرن. بسیاری از مردم عبرت نمیگیرن. از علامت حق اینه که مستقره، برقراره، حرفش یکیه. توحید و رسالت ثابته. امامت و شرک و ولایت فقیه هر روز به شکل متعیاری در میاد. از 4 امامی و 2 امامی گرفته تا 12 امامی و 14 امامی، آخرش خسته شدن امام تراشی ولایت فقیه تراشیدن. كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. با شرک باشه، با امامزاده پرستی باشه، با عیسی پرستی باشه، با عزیر پرستی باشه، فریب روحانیت های متعدد بخوره. وقتی خودتو با حق یک جا کردید بدون که ابدی هستید. وقتی خودتو با باطل بستید بدون که موقتی هستید. ان
سالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. اجازه بدین 2 دقیقه بعد دوباره میام خدمتتون. که رودخانه ها به اندازه خودش سیل ببرد، به اندازه گنجایش خودش، به اندازه نیاز خودش. این خودش شاهد بر تدبیر خداوند خالقه که چطوری همه چیز رو به اندازه خود آفریده. و این یکی از قضیه هایی است که این سوره دربارش حرف میزنه. به هر حال این ولایت مطلقه خداوندی است که مشرقان مخلوق پرست، عیسی پرست، امام پرست، بزرگ پرست، پیر پرست خود اینا خلط بخشی کردند و قدرت باشه که جلوی آب صاف رو بگیره
این خاشاک ماندنی نیست، لیکن آب اصلی که زیر این خاشاک آرامه، همین آب که زندگی رو میچرخونه. و همچنین مثالی که میزنه راجع باطل گاهی میاد بالا، باد میکنه، جلوی حق رو میگیره، مسلمان کشی میکنه، برقراره. لیکن بعضیا فکر میکنن چون زیر خاشاک میاد بالا، فکر میکنن که حق گم شده. عقاید و اعمال و اقوال و مشخص میکنه. کسی که اینا رو مشخص میکنه خداوند واحد قهاره. کسی است که این کائنات رو تدبیر میکنه، کسی که ولایت مطلقه بر این هستی داره، زندگی رو میچرخونه، آگاه و عالم به ظاهر و باطن این زندگی است، آگاه و عالم به حق و باطله. لیکن حق ماندنی است چون با خداونده، باطل رفتنی است چون با کسی که با حق باشه سعادت این دنیا و اون دنیا رو خریده، فله الحسنی، جنت در انتظارشه. اونهایی که به حق استجابت نکنند، توحید رو نپذیرند، قرآن رو نپذیرند، دعوت همه انبیا را که خلاصه در دعوت محمدی است نپذیرند، و علی آله و صحبه اجمعین. آیه بعدی رو انشالله در جلسه بعد اگر خدا عمری بده شرح خواهم داد. بریم سراغ کلیپ هاتون. امیدوارم که امروز یوتیوب از الان پخش زنده رو متوقف کنید که قسمت کلیپ هاست و پخش زنده از خود